کابوس انتخابات بعد جوری گریبانگیر ولیفقیه طلسم شکسته شده. هر طرفش که آدم نگاه میکنه وضعیت رژیم موسکه، از تبلیغات مسخره تیوی ریش تا سیرکی که برای ثبت نام کاندیداها رو انداختن، از فوتبال در واقع شوتیه ضربه بین رفسنجانی و ولیفقی که همینجوری توپو میندازن تو زمین همدیگه با یک ضربه، تا وضعیت صدپاره باند به اصطلاح اصولگرا. دوست عزیز میگه وضعیت خامنه‌ای طلسم شکسته انقدر داغون شده که میگن که تو این نمایش انتخابات باید خامنه‌ای بپرسه که رأی من کو. یک قطعه طنز با هم ببینیم. بررسی مشکلات لاینحل جامعه، پاسخ به سوالات پیچیده جوانان، باز کردن گره‌های کور زندگی، فقط و فقط با آیت الله حاج عبدالشلیل و حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالنجم ارپیجی. ولایت تیوی تقدیم می کند. خواهرم عقاید افراطی دارد. شادترین آهنگی که گوش میده از کرخ تا راینه. شب تا صبح مداحی گوش میکنه و گریه میکنه. از رفتار او من دارم از دین دور میشم، چه کار کنم؟ بله، همینطور که میشنوید این همون آهنگیه که اسمش هست از کرخه تا راین. همونطور که متوجه شدید آدم و از دین و ولایت دور میکنن، همینجوری آدم احساس دور شدن میکنه. حالا شما اگه بخوای نزدیک شی چیکار باید بکنی؟ حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالشلیل فکر اینجاش رو هم کرده است. آهنگ عوض میشود. حالا از همون دور میای، به صورت آهسته آهسته نزدیک میشی و سین این مرسوات سینی و صوت تهدیدی که وسطش دوباره از یه مسیر دیگه دور بشی. اما باید حواست جمع باشه. چرا؟ چون دستانداز داره. حالا دستانداز داره. این قسمتش میاد جاده لغزنده است. به پایین بر کارگرا، بگی اونور آها رستوران خاموش کن، حالا به همون ولایت سلام کن. خاطرتون هست که در نوبت قبل بحث حجاب به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل دینی مورد گفتگوی استوا قرار گرفت و دوستان با سوالاتشون به زوایای مختلف اون سر زدن. پس هر کشوری به هر حال خصوصیات فرهنگی و قومیش پوششی داره و جنسش هم و رنگش هم فرقی نمیکنه. فقط یه بحث جمال و جلالی هست که روانشناسانه است قضیه، اینکه یک نوع زیبایی هست که جلالت داره، یک نوع زیبایی هست که جمال داره. بله، در ادامه حرف حاج خانم عبدالباقی باز بگم یه نوع زیبایی هم هست که اصغریت داره، یه نوع زیبایی هم هست که جعفر داره. حالا جلالت جلال با جمالت جمال میریزه تو کامبیزیت کمال. حالا یه بحثی هم سر رنگ هست که خانم عبدالی ادامه میده. بفرمایید. رنگ مشکی جلالت داره، یعنی شخصیت میده، حرمت میده. مشکی بودن پوشش در اکثر جاهایی که فضای اسلامی حاکمه اون تأییدیه بر این حرمت و جلالت. بله. حالا که معیار شخصیت تو نظام جمهوری اسلامی مشخص شد، من یاد اون بیت افتادم که برای مانکن تریپ مشکی نظام، یعنی مقام عظمای ولایت گفته شده. میفرماید که عظمای مشنگ ریش بلند مشکی پوشم، با گوشه عبا ترق ترق نزنی تو گوشم. سوال بعدی در این رابطه حرفی باقیه؟ کی حرف داره؟ خواهش میکنم. ببخشید من مجدد این رنگ مشکی خانم دکتر فرمودن اباحت میبخشه. الان توی جامعه امروز، توی دنیای امروز، من اگه خودم شخصا بخوام رانندگی کنم، این رنگ مشکی که خانومی که مثلا آبره داره رد میشه از خیابون منو آزار میده. من گاهی اوقات واقعا تو شب نمیتونم ببینمش و ناخواسته مثلا ممکنه که حالا یه بلایی سر خود اون شخص بیاد. راست میگن ها. خب طرف وقتی بره زیر ماشین جلال و جمال چه کاری از دستشون برمیاد؟ آقا تو جمهوری اسلامی که نمیشه از رنگ مشکی کوتاه اومد. پس تنها راهی که میمونه اینه که من فکر اینجاش هم کردم یه عمامه سفید بذاریم رو سرمون که هم جلالش بره بالا، هم زیر ماشین این خانم له نشیم.
فکر کنم فرصت دارم آخرین سوالو بخونم. با سلام، بستگان شوهرم در شهرستان زندگی می کنند و هر چند وقت یک بار به بهانه‌های مختلف به منزل ما می آیند و حداقل 15 تا 30 روز می مانند بدون هیچ کمک مالی. آنها در خانه ما هستند و متاسفانه اهل نظم و نظافت و نماز و رعایت شؤونات اسلامی هم نیستند. با من است. به خدا دیگر ناراحتی اعصاب گرفتم. خانه 65 متری، کلاس‌های دانشگاه، بچه 3 ساله، همه مرا خسته کردند. افسردگی گرفتم و میترسم زندگی قشنگم به خاطر آنها از هم بپاشد. چه کار کنم؟ واقعا عجب پک و فامیلای چتربازی داریم. واه واه واه، بلا به دور. البته با توجه به اینکه این اقوام شما اهل شؤونات نیستن، این بهونه خوبیه که شرعاً زنگ بزنین نیروی انتظامی، شبونه بریزن تو طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش، همشون رو جمع کنن. شوهرتون هم به عنوان سردسته جریان انحرافی تحویل بدن. البته برای خود نیروی انتظامی هم خوبه، چون اقوام شما رو به عنوان نیروی ویژه چترباز نیروی انتظامی استخدام میکنن. اینجوری هم شما از افسردگی بیرون میای، هم نظام جمهوری اسلامی به یه نورنوایی میرسه. بله، خب داشتیم درباره خلاقیت صحبت میکردیم. خلاقیت یکی از علامت‌هاش برای آدمای بزرگسال ریسک پذیری و در واقع اعتماد به نفس، یه جورایی جرأت، جسارت. بله. الان من از شما میخوام که دستاتون رو باز کنید. دستمو باز کنم؟ بله. چقدر؟ باز. دیگه جا ندارد، کتفم در حال در رفتن است. حالا دست به سینه شید لطفا. حالا با دقت دستاتون رو در حالت دست به سینه نگاه کنید. ببخشید، یوگا. حالا باز کنید دوباره دستاتون. خوب مخ ما رو کار گرفتی ها. یه جور دیگه دست به سینه شید. آقا قرار بود راجع به یارانه ها صحبت کنید، اینجا مهد کودک که نیست که. یه جور دیگه دست به سینه شید. بابا دیگه چند تا حالت قرار بدیم؟ اگه فکر میکنی با این کارات میتونی دست منو از دست مقام عظما جدا کنی، سخت در اشتباهی. گم میکنیم دستامونو. خلاقیت یعنی همین. دستام کو؟ یاد آیت الله دستقیب افتادم. من میگم چرا این مقام عظما اینقدر خلاقه. آقا ما نخواستیم خلاق باشیم. دستام این تو بود. بعد میگن برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی متنوع نیست. دیوید کاپرفیلد باید بیاد پیش این حاج خانم لنگ بندازه. دستاتون رو با انگشتاتون رو باز کنید. دستاتون رو اینجوری تو هم چفت کنید. اینجاست که میفرماید خر خودتی. ولی خب باشه. با دقت نگاه کنید 60 کدوم دستتون رو قرار گرفته. والا سال 60 نفر ریختن رو 60م، 60مو 60 تیکه کردن. 60 دکتر هم ریختن 60م، نتونستن 60مو 60 کنن. الان فقط 2 تا 30 مونده برام، 3 تا 2 500. حالا دوباره دستاتون رو باز کنید. قاطی شد که. این قاطی شدن برای اینه که ما به یه چیزایی بدون اینکه متوجه باشیم پایبند. احسنت. آها، عجب نتیجه روانشناسانه‌ای گرفتید. پس علت این که این روزها اوضاع نظام قاطی پاتی شده اینه که ما بدون اینکه متوجه باشیم همینجوری به ارزش‌های ولایت پایبندیم ها، همینجوری گاوی. عجب صحبتی کردید شما، عجب صحبت.